پیوند انسانیت. فیلم های مستند را که ما به شما تقدیم می کنیم از جهان اسلام، کلتور و امانات جهان اسلام، پیشرفت، رفاه مردم و افکار عامه را در بر می گیرد. هر هفته از ممالک مختلف جهان اسلام و افغانستان فیلم مستند را به شما تقدیم می کنیم تا بینندگان ما در افغانستان در مورد زندگی آنان بهتر آگاه شوند. گنجینه هرات، بخش دوم، مقبره گوهرشاد بیگم، مسجد جامع هرات، زیارتگاه خواجه عبدالله انصار. دوستان نازنین سلام. هفته گذشته در مورد گنجینه های هرات صحبت کردیم و در مورد منارهای زیبای این ولایت و قلعه اختیارالدین به شما معلومات دادیم. اما هرات خالی از دیگر جاها نیست. از این خاطر در هفته دوم به شما معلومات در مورد مسجد جامع هرات، در مورد مقبره گوهرشاد و زیارت خواجه انصار معلومات پیش میکنیم. این معلومات مهم است چرا که در مورد زیارتگاه ها و جای تاریخی باید بدانیم و هرات باستان را باید بهتر آشنا شویم. بیاید با هم این مستند را ببینیم. آرامگاه گوهرشاد بیگم در جوار مناره های مسلح هرات موقعیت دارد که بناهای تاریخی آن از قدامت چندین صد ساله برخوردار است. ملکه گوهرشاد بیگم همسر سلطان شاهرخ تیموری یکی از زنان نیکوکار و نامدار بود. از مدرسه و مسجد جامع گوهرشاد بیگم فقط 1.5 پایه منار موجود است. مسجد گوهرشاد در هرات از درخشانترین آثار معماری عصر تیموری و مدیون طرح و تفکر قوام الدین شیرازی و آن ملکه هنرپرور بود. که مسجد گوهرشاد هم یکی از ساختمان‌های اعمار شده با استفاده از هنر معماری تیموری است که در سال 821 هجری قمری اعمار گردیده و کار ساختمانی بنای تاریخی حدود 12 ساله در بر میگیره. جلوه‌های هنری که در ساختمان دیده میشه از شاهکارهای سلطان بایسنقر میرزا یا بنابر وزیروات بایسنقر میرزا که از اولاده های شاهرخ شاه تیموری هست و این سلطان در عین حالی که حاکم بوده در هنر خطاطی بی‌نظیر بوده و امروز در نمای ساختمان مسجد گوهرشاد ما نمونه های از هنر خطاطی سلطان بایسنقر هم میتونیم پیدا بکنیم و در این ساختمان هم ما عین شاخص هایی را که در ساختمان خواجه عبدالله انصاری میبینیم عین شاخص ها را میتونیم در ساختمان مسجد گوهرشاد هم پیدا بکنیم که برخی از این کاشیکاری ها یا معرقکاری ها در مسجد گوهرشاد بعدها در زمان سلطان حسین بایقرا به همت امیر علی شیرنوایی صورت گرفته. مقبره گوهرشاد بیگم نزدیک مدرسه است که خود او آن را تعمیر کرده است و مناره های این مقبره امروز هم پابرجاست. گوهرشاد خانم شاهرخ هروی دختر غیاث‌الدین ترخان بود که خودش مرد قدرتمند و مهم در دوران شاهرخ بود. مسجد جامع بزرگ شهر هرات پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان می باشد. این مسجد جامع بیشتر از 1400 سال قدمت دارد و مساحت آن به 46760 متر مربع می رسد که مشتمل 12 گلدسته، 4 ایوان، 4 دروازه، 4 کتیبه بزرگ مزین با آیات از قرآن، کتابخانه شامل 4000 جلد کتاب و وضوخانه می باشد. در یک زمان گنجایش بیش از 100,000 نمازگزار را دارد. هر کسی که اول این مسجد را می بیند در نظر اول مبهوت عظمت و معماری این مسجد خواهد شد. نقش و نگارهای پررنگ و کاشیهای معرق 7 رنگ ایوانها و گلدسته های کاشیکاری شده حتی در نگاه شهروند هراتی نیز جالب و جذاب می باشد. مسجد جامع هرات در طول تاریخ فراز و فرودهای زیادی را به خود دیده است. چندین بار تخریب و دوباره ساخته یا ترمیم شده است. این مسجد قبل از اسلام نیز در قالب یک معبد در همین مکان وجود داشت
البته خیلی کوچکتر از حالا و به شکل چوبی آن. مسجد جامع بزرگ شهر هرات قبل از اسلام در همین ساحه ساختمان موجود بوده که قدامت آن به 3000 سال قبل از امروز می رسد. گلدسته های مسجد برای رساندن صدای آذان به گوش مردم ساخته شده است. این گلدسته ها احیای هنر کاشیکاری است. ضمن این که کاشیکاری از زمان غوری ها و تیموری ها در اینجا به صورت ابتدایی بوده، فراز و نشیب های تاریخ باعث شده که به رکود مواجه گردد. مسجد جامع از مسجدهای کهن و با معماری با ارزش در شهر هرات است که بیشتر گسترش آن در دوره طلایی عهد تیموریان بوده است. این مسجد را سلطان غیاث الدین غوری طرح‌ریزی نمود، اما موفق به تکمیل آن نشد. در سال 777 هجری در زمان ملک غیاث الدین دیگ برنزی زرکوب شامل بر 8 حصه ساخته شد که بعد از منبتکاری و نقشاندازی وقف مسجد جامع گردید. مسجد جامع در گذشته تنها یک مکان برای عبادت و نمازگزاری نبود، بلکه بزرگترین مدرسه علمی و دینی نیز در همین جا قرار داشت که بزرگترین عالمان و روحانیون و عرفای آن زمان در این مسجد یا درس داده اند یا درس خوانده اند. این مسجد یکی از بناهای بسیار تاریخی افغانستان و جهان اسلام به شمار میره که از این مسجد نه تنها به عنوان عبادتگاه دو وقت استفاده میکردن، بلکه یکی از مدارس بزرگ و مشهور دینی در او وقت به شمار میره که در این مدرسه مردان بزرگ و عارفای بزرگ چون خواجه عبدالله انصاری و خواجه محمد تاکی به این مدرسه درس خواندن و همچنین بعد از اینکه علم عرفان و علوم دینی را به این مدرسه اینا آموختند، در همون زمان اینا به تدریس علوم دینی پرداختند که به این مدرسه هم تدریس کردند و می توانند که در حدود بیش از 100,000 نمازگزار در یک وقت در مسجد جامع هرات نماز را ادا کنند و این چنین مسجد جامع بزرگ هم در منطقه وجود دارد. نمیگوییم که تنها یگانه مسجد است، بلکه در منطقه کمیاب است و چنین مساجد در شهر هرات باز هم افتخار است به تمام افغانستان که ما در کل افغانستان چنین مسجد داریم با تاریخ بسیار شکوفا. و این مسجد سوال شاید اینجا مطرح شد که از کجا به وجود آمده. در حقیقت قبل از اسلام، قبل از اینکه مسلمانان افغانستان، مردم ایران، مردم خراسان زمین به دین مقدس اسلام مشرف شند، این مکان برای عبادت خداپرستان بوده. اما وقتی که مسلمان ها این سرزمین فتح کردند، وارد سرزمین هرات شدند، مسلمان ها بار دیگر در همین جا که یک مسجد خرد و کوچکی بوده یا عبادتگاه خرد و کوچکی بوده، مسجد جامع هرات تاداب گذاری کردند و تا روز امروز هم این مسجد به عنوان مناره علم و معرفت بوده و هست. شهر هرات آرامگاه های بزرگان و علما را در خود جای داده. از این جمله میتوان آرامگاه خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات، بزرگترین شاعر صوفی هرات را نام برد. آرامگاه خواجه عبدالله انصاری در قریه گذرگاه در شمال هرات موقعیت دارد که به فرمان شاهرخ تیموری ساخته شده است. گذرگاه شریف یا زیارت خواجه عبدالله که در شرق هرات موقعیت دارد، یکی از بناهای بزرگ تاریخی جهان اسلام به شمار می رود. بعد از وفات صوفی و عارف مشهور خواجه عبدالله انصار رحمت الله علیه در سال 496 هجری قمری که به فرمان شاهرخ تیموری ساخته، به یک مکان مهم برای زائران تبدیل گردید. خواجه عبدالله محمد انصاری از مشایخ بزرگ عرفان در قرن 5 هجری است. وی به اثر علم و آگاهی و عرفانش در تمام نقاط پر آوازه گردید و به نام یک عارف و صوفی و اهل طریقت مشهور شد. مقبره خواجه عبدالله انصاری به سمت شرق در قسمت آخر دارای حویلی مستطیل شکل است که فعلا با یک شبکه جالی چوبی احاطه شده است. بسیار از انسان‌ها می‌میرند
اما از نگاه فیزیکی از بین می روند. ما اونها را دیده نمی توانیم، اما آثاری که آنها از علم معرفت به ما به جا می گذارند به طور همیشه جاویدان خواهند بود. از جمله خواجه عبدالله انصاری هروی است که بهترین کتابها و بزرگترین کتابها در فنون مختلف در همان عصر و زمان بود برای ما به یادگار گذاشت. خواجه عبدالله انصاری هروی که در سال 396 هجری قمری در هرات باستان چشم به جهان گشود، در سال 481 در همین شهر که آرامگاهش در گازرگاه می باشد در آنجا مدفون گردید. مقبره خواجه عبدالله انصار در شمال شرق شهر هرات موقعیت دارد که او را به نام گازرگاه شریف یاد میکنند. امروز تمام مردم به نام گازرگاه شریف منطقه را میشناسند که مقبره ازی در عصر تیموریان ساخته شد که در این مقبره چندین تعمیر است که از جمله میشه که یک تعمیر به نام نمکدان یاد میکنند، یک تعمیر مربوط به زرنگار میشه، به یک تعمیر دیگه مربوط خود مقبره خواجه عبدالله انصار میشه که در این مجموعه تعمیرها یک مسجد تابستانی هم داره و یک مسجد زمستانی. به سمت جنوب غرب این مسجد زیارتخانه زرنگار که به نام خانقاه نیز یاد می شود وجود دارد. این ساختمان به دلیل زرنگار نامیده می شود که در داخل آن نوشته ها و تزیینات برنگ های طلایی، فیروزه‌ای و سرخ در زیر یک گنبد پهن وجود داشت. بر علاوه در داخل گازرگاه شریف قبر امیر دوست محمد خان حاکم وقت و همچنان سنگ 7 اقلیم نیز وجود دارد. عمارت آرامگاه این عارف نامی شرق با گذشت زمان تمام زیبایی و کاشی‌هایش فرو ریخته است و در قرن حاضر هیچ گونه توجه به بازسازی آن نشده. چیز دیگه‌ای که در خور توجه هست در ساختمان خواجه عبدالله انصاری، ویژگی خاصی هنر کاشیکاری است. کاشی هایی که در نمای ساختمان در نماهای بیرونی و در فضای داخلی استفاده شده، مخصوصاً کاشیکاری را که به نام در اصطلاح معماری به نام معرق کاری یاد میکنن، یعنی توته های کوچکی از کاشی هست که با هم پیوند داده شده و یک نمای زیبا و خاصی را برای ساختمان بخشیده. افغانستان کشور است با تاریخ کهن و جایهای زیاد تاریخی که در این مستند به آبدات تاریخی هرات اشاره کردیم، اما افغانستان پر از آبدات تاریخی است که در بخش‌های آینده در مستندهای بیشتر در مورد آن صحبت کردیم. چون آبدات تاریخی ما، تاریخ کهن ما میتواند فرهنگ ما را زنده نگاه کند. تا هفته دیگه که با شما هستیم، موفق باشید. فیلم های مستندی که ما به شما تقدیم میکنیم جنبه آموزشی و معلوماتی دارد.